سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. خوش اومدید به قسمت پنجم تیوی 54 با رضا عابد. در این قسمت شاید بلایند دیت من و رضا هستید. رضا اگر ریشش بزنه کنسله. اومد خودش اومد، صاحبش اومد. مله با آنان. سلام، قسمت پنجم تیوی 54 خوش اومدید. در خدمت یکی از شوگر مامی های خوش صدای استان یزد هست. خواهش میکنم در خدمت تو هستم. حالا شوگر مامی که هنون نرسیده ما به اون مرحله، فعلا داف هستیم. فعلا داف. خانم داف چه هنرهایی دارید شما؟ خواهش میکنم بعد آب حوض خالی بکنه، ملیل دوزی، بافتنی، 6-7 تا شوهر از سر به نیست کردیم تا حالا. 6-7 الان ششمی کجا هستن؟ الان ششمی که خونه هستن، ولی خب یکی دو تا دیگه لغت بیاد تو رودشون میریم سراغ هفتمی. ششمی هم دیگه تا هفت نشه مثل استقلال بازی نه. و استقلالیا پیران هم دیگه شبیه قرمز و پرسپولیسیا دیگه چی؟ پرسپولیسی هستین؟ میگم معلوم نی اصلا. آره خب نه حالا که هسته یه نگی بازی کناش نام ببر. نه میگم که شما تتو هم داره؟ تتو نکنی یک دونه دونت استاپ زدم من نشون بدم؟ نه خب قبوله. یکی دونت استاپ این پشتگاه خورده که آره بله. یه وقت خود اینه که ترمز نکنم میرم با کله. موهاتون چرا سفید شده داف؟ موها حقیقتش اینا اختزای سنه، اینا مادر ارسیه بگنم اصلا فشار رو خود نمیاره. هسته فشار رو حاجی آقا چطور؟ حاجی خیلی فشارش بیاد میگم من نمیتونم هم پای تو بیام، گرمی هم پر مخوره ولی بازم فایده نداره مادر. مادر صداتون خیلی خوبه میگن درسته؟ بده یکی کوچه هم میتونید برامون بخونه؟ بره آخری کاری که ما داده بیرو با فیت مرتضا بود. مرتضا بگو اینجا یزده دایی اینته رو صفاییه بگو نشم رو جمعه میرم همه دوده موری قربونت بده عزیز جور. مرتضا مخواستم تورش کنم نشد. هفتمی؟ آره یکی دیگه تورش کرد. اینا دیدت چی بود؟ مو باشگاه میرید مادر؟ باشگاه نمیرم ولی باشگاه دارا رو دوست نه. ورزش نمیکنم ولی ورزشکارا رو دوست دارم. بدونم یا سیکس پکو برنامه دمبل ما رو بجا دمبل ورداره یچو اصلا چه کاره هستن پس؟ اصلا که باشه چهش نخورم بگنه من بدون اصام ها ماشالله چق و رقه مدر. آخرین دیتی که رفتید کی بوده؟ آخری دیت با حاجی قرار بود بریم دیت، بعد کسی غیره نیسته یک لحظه برنامه کنسل شد. یعنی تو اون لحظه که داشته میرفته دیتو اینا یادته حاجی زنگ زد کنسل کرد که اونجا بود که آهنگ حاجی برنامه کنسل بفرمید همگی به منزل کی بیشینم یالا بزن بریم تزر جون ده بالا حاجی برنامه این آهنگا دیگه ما خوندیم به خاطر همون دیتی بود که کنسل شد. آره هفتمی که از دست رفت بعدی میخوای چجوری باشه؟ هفتمی که هر وقت اصلا کلا این عمرش دست خودمه. میگفت که یکی پیرزنه گفته که شوهرها چی تو مردن؟ گفته اولی قارچ سمی خورد مرد، دومی قارچ سمی خورد مرد، سومی بیل خورد تو کلش مرد. تا چطور شد که بیل خورد تو کلش مرد؟ گفت که هیچی قارچ سمی نمو مجبور شدن با بیل بکنیم. حالا اینو که عمرش دست خودونه، دو تا دیگه لغت بیاد تو رودش یا قارچه یا بیله. دقیقاً یا قارچه یا بیل. حالا نمیخوره جوون باشه زیر بالای سی و پسندم نی. جوون آخو میدونه جافتیده مثل من دوست میدارم. هشته موقع کار بلد باشه تلا. میلف و اینا دوست ندارد نه؟ چی؟ میلف چیه؟ مثل خودتون. میلف بافتنی؟ میلف میشه چی؟ زنان سمبالا که زنان همون شوگر دادی؟ شوگر مامی خود. نه اصلا تو کار شوگر و اینا بیخیال. جوون باشه خواهش باشه مثل سال دیگه فصل خودو بزرگش کنه. یعنی اومدم تو خونه میدونه بازی چه کار کنه. این معطل نشه، معطلی خیلی برای ما مهمه. معطل نشه خودش بیاد که بالاخره بدونه بازی چه کار کنه. این نگه این کار ما خودی خبره
ماشاءالله تو سلامت. شد یه 7 تا بالاخره. سلامت بشه، کار کشته هستیم. حالا جوون باشه، قد بلند باشه، قد و وزنش بخوره، اروپایی باشه، اروپایی آرژانتینی. آرژانتینی هم باشه، قد و وزن بخوره و خوشتیپ باشه، یه کسی باشه که در حد خودم باشه. بقیه کنسل. بقیه کنسل ها. بعد خونه هم نمیرم، خونه به این زودی ها ما خونه نمیرم، فقط مزر. فقط نه معذر نمیخوام. اول بریم کافه مافه، بالاخره نکنه مرکز غیر نیستی. رضا جان من یه دورام زدم دنبال آرامشم. خب آرامش داشته باشیم. شما آرامشات تا زدیه به دورام من آرامشم ها کردم دنبال دورامم بهتر شد دیگه 8 مید یعنی میشه دوره شما. بریم ایران دو بریم پارنه، بریم کویر، ستاره ببینیم با اینا خشه شفق قطبی تخ میشیدن. شانس ما شوهرکا قبلی ما شتشون فایده ای نداشتن. فهمیدم مادر بیمارستان بودید پری روزا، خدا بد نده. آره نکنه من خودم با کیم نبود، خودم اصلا با کیم نبود، ولی خب بچه ها همه مریض شده بودن، حاجی مریض شده بود، فامیلا همه مریض شده بودن. ما حقیقتش چند رو پیش در خونه ای که فامیلا بودیم، این بنده خدا مخواست بره ما چوسی بیا، بعد داشته بود چیشتی درست کرد، سوپ درست کرده بود با خامه، سوپ با خامه. ما اومدیم خونه حقیقتش رو گفتیم بذار سوپ با خامه بره بچه ها درست کنه، بره حاجی درست کنه، اینا بخورن کیف کنن، کسی غیری نیست. برداشتیم درست کنیم، آخر کار گرفتم خامه بریزیم، دیدیم خامه نداریم، ما خامه شکلاتی کردیم توش، اینا همه دیگه پیچاشول شده بود رفته بودن مرتاز. دوریز اونجا بوده جادو خالی. مادر چه صحبتی با جوونای حالایی داری؟ جوونای حالایی اینا که شرایط سخت شده، واقعا زندگی ها سخت شده. از من یکی نصیحت میشه بکنم به عنوان بزرگتر، نگاه کنید عزیزای دل، زندگی مثل چیه؟ مثل وسیله نقلیه. زندگی چیه؟ مثل وسیله نقلیه. زن و مرد مثل لاستیکا، تایرای این وسیله نقلیه هستن. اگر خدای نکرده یه وقت یکی از این لاستیکا، مثلا زن یا مرد، یکی از این لاستیکا پنجل شه، چطور میشه؟ این زندگی بالاخره وای مثل دیگه. نتیجه اخلاقش اینه که همیشه تو زندگیتون یکی دوتا زاپاس داشته باشید. این 7-8 تا همشون زاپاس هم بودن. زاپاس بد نی. یکی چوخی بود. 2 جفت زاپاس داشتید شما همراه خودتون. ما 6-7 تا زاپاس عوض کردیم تا حالا روی لاستیک داره میدونه. چند تا روغنش عوض میکنید این وسیله را؟ کی این وسیله را روغن و اینا که غیر نیست گیرون شده. روغن گیرون شده 10,000 تا سر 10,000 تا میبریم نمایندگی. حاجی آقا را بره بچالا میشه که پیچا با کنه ما مادر شما فقط بلد شوهر کنید یا هنر چیزی دیگه هم داره؟ دست نکنه. حالا اون که درجه اول هستش، ولی خب بله بنده تقلید صدا، خوانندگی تقلید صدا بشه. تقلید صدا چی ها؟ من بخونم شما بگید کیه. من از اونام که عشقمی تو راهش فنا بشم، فرقی برای نمی‌کنه زندونیه حوض بشم، دل که بهت سپردم برات قسم که خوردم، دیدی که راست میگفتم وقتی که رفتی مردم. هنگامه بود؟ ذاتم نمیده. من شیرایی که میگم اولش بیادبیه، مش روش کار میکنم که بیشه جای دیگه استفاده کنیم. خواهش میکنم. سلامت این هم هست.
عذرخواهی. سلامت باشی. فهمیدم که شاعر خیلی خوبی هستی مادر. خواهش میکنم. بله ما تمام آهنگایی که از بنده شنیدید عزیز جون و اینا تمام شعراش خودم گفتم. کلا شعراش خودم، آهنگام که کلا دست مهدی غفاری هستش. به چه یاده. بره برای برنامه ما میتونی که شعر بگه. شعر الان در لحظه در حد 2 بیتی کوچولو. اینو میتونید اصلا کلا به عنوان شیشیش استفاده کنید. اصلا باشه. اشغال کنه. که همه کانالا بیلی کنار فقط تیوی 54. چطوره؟ همه کانالا را بیلی کنار فقط تیوی 54. این هم شعر رو دیگه تقدیم به پیشکشی همه عزیزای دلی که از طریق یوتیوب دارن ما رو میبینن و ما رو سابسکرایب بکنید. همین که آقا رضا گفت حتما بکنید. پیام کامنت اینجا زیر قلب قرمز کنید. خلاصه که خب ساعتم به ساعت خوابتون داره نزدیک میشه مادر. نه حالا موقع نه دوباره گفتیم مادره. نگاه کن سر شوخی. من هنوز دافم با حاجی قرار گذاشت شویی داره میره دور کافه و قلقلقا اینا داره میره اشغال. با کدومشون؟ میاد بره با کدومشون؟ با حاجی خودو فعلا. این فعلا هنوز عقل نکرد بخو. حالا نزدیک 25 سال نوم زده. 25 سال نوم زد ایشالله عقدم بکنه. چند سالتونه؟ خانوما نمیگن سنشونه 18 19. خدا نکشت. سلامتشه. بفهم. خواهش میکنم من برم دیگه. من برم میگم بیاد خودش بیاد. حاجی نه حامد جون میگم بیاد خودت. من برم میام. من برم بریم منتظر باشی. میرم با اجازه همگی. ببخشید سلامت باشی. آقا ما داریم لباس را در میاریم کم کم که حالت حامد زمانزاده‌ای بریم پلو آقا رضا ببینیم که اوضاع از چه قراره. منتظر این قسمت باشید. آقا با ما همراه باشید. با قسمت بعد حامد داره میاد. با عزیز جون خداحافظی کردم و حالا در خدمت حامد آقای زمانزاده است. سلام و درود بر شما. سلام علیکم حامد. خوبه؟ سلامت باشه. قربان شما. سلامی دوباره البته. در خدمتتونم. آقا حامد چند سال عزیز جونی؟ من عزیز جون که حالا چندمی برنده پیرزنیه که من آوردم بالا، ولی عزیز جون تقریبا سابقه‌ای که داره 5-6 ساله میشه که عزیز جون را افتاده. قبلش چی بود؟ قبل از عزیز جون یعنی شروع کار ما که از ماجرای عباس آقا میشه سال 80 استارت کارو زدیم. شاید بچه‌ها حالایی ندونن که عباس آقا کیه چه جوریه، ولی خب قدیمی ها همه میدونن، یعنی خاطراتی دارن با این. اصلا کلا شروع طنز یزدی با ماجرای عباس آقا شروع شد که آهنگساز شاعر به خوانندش منم، یکی دوتا از دوستانم همراهی میکردن منو تو این کار که اصلا وایرال شدنش وحشتناک بود. یعنی این عباس آقا هنوز چیزی به نام بلوتوث نیومده بود. بقول بچه‌ها ما میگم با استانبولی آهنگای را میکردن. این فرارت بود میذاشتن میشیابم. اون زمان ما ماجرای عباس آقا که طنز یزدی بود که عباسی بود که دنبال زعمه گشت و فلان. بعد کم کم اومدیم برند آبی بی راه انداختم و آبی بیا کاراشو کردم و بعدم که دیگه عزیز جون. عباس آقا 1 2 3 4 عباس آقا تا 5 اومد. عباس آقا 1 6 نداره. من یکمش گوش کردم برام گذاشتم. عباس آقا 1 6 نداره چون بالاخره الفاظ جالبی توش نیست، در همین پخش نشد. 2 یکم 3 ترکون 4 حسین حیدری اضافه شد به ما به نام صغرا و صابخونمون بود. 5 هم که زدیم خوب بود. 6 شعرش خیلی وقت گفتم ولی هنوز این سری استارتش زدم که کارهای انجام بدم که اینم دیگه مهدی غفاری کامپیوترش سوخت و کلا هرچی آهنگ داشتیم به فنا رفت.
تموم شدنی؟ کل کارهایی که ساخته بودیم تموم شد. اصلا تموم شد. باید از نو آهنگ سازی بشه دوره. عباس آقا 6 کی مردم منتظرش باشن؟ عباس آقا 6 نکنه، من خیلی وقته که میخوام عباس آقا 6 بزنم. ولی عباس آقا رو ما زمانی میزدیم که مردم چی گوش میکردن؟ موشولینا کجا یاندم بلد من کتایان اینا گوش میکردن. خب الان سلیقه مردم عوض شده. خب برای همین اگر میخوایم عباس آقا رو کار بکنیم باید توی لول دیگه کار بکنیم. نمیشه تو لولی که من سال 80 یک کار میکردم بخوام همون رو ادامه بدم. باید خیلی مدرن تر بشه، آهنگاش بهتر بشه، شعرها رو به روز تر شه، یعنی بیاد امروزی بشه. ولی خب قطعاً این نیست که تموم شده باشه، ان شاءالله ادامه داره. عباس آقا 3 را میتونید یکمش اجرا کنید برامون؟ عباس آقا 3 اون قسمتش که خیلی معروفه. اوکی. نه جون عاشق شدم، خاطر خواه دختر مشتاجر شدم، دوستش دارم من تو نخشم، دست رو دلم نزار که در به درشم، حالا چه کار کنیم؟ چه خاک توی سر کنیم؟ مادر می اومد و بعد پدر رو آره یادش بخیر. به خاطرات خیلی ها زنده میشه وقتی عباس آقا مونده میشه. خب حستون در مورد این عزیز جون برنده آخرتون؟ حس نکنید عزیز جون بالاخره مثل بچه‌ایه که خدا آدم داره بزرگش میکنه. خیلی من فوکوس نذاشتم رو عزیز جون، یعنی کارهای خودم بوده. پیرزنی ها رو خیلی روش مانور چیزی ندادم، چون هستن کسایی که همین تو یزد یا تهران درن خیلی بهتر کار میکنن کار پیرزنی ها. که حالا اولین پیرزنی یزد که استارتش از حسین هیدری بود که از دوستان خود منه. حسین خیلی کارش درسته و واقعا پیرزنی خیلی خوب داره انجام میده. استارت بو اصلا کلا زد. برای همین من خیلی مایل به انجام کار پیرزنی نیستم که آقا بگم فلان کنم. ولی خب عزیز جون همینجور همراه خودم دارم، هر از گاهی یه کاری باش تولید میکنم که بالاخره این کار خالی نمونه. چون یه زمانی 2 تا 3 تا پیرزن داشتیم توی از مدام کارا میومد بیرون، مردم دوست داشتن. الان نیست، کسی نیست که انجام بده. حالا هر از گاهی حتی کاری پیرزنی هم بزنم که مردم بالاخره اگر دوست دارن ادامه بدن. اون آخرین کارتون بابت اینجا یزد این بود پیرزنی؟ نه اینجا یزد که یکی مونده با آخری برنامه کنسل بود. عجیب برنامه کنسل. اینجا یزد فکر میکنم خیلی اینجا یزد خیلی اینجا یزد تو پیجای استانی بکنم میلیون شد، چیزی که من یادمه. تو پیجای که یه کار مثلا تنزه که با مرتضی خوندیم، خودم خیلی دوستش دارم، واقعا یکی از حرفه ترین کارهایی بود که ما انجام دادیم. اونم را میتونید یه تیکش برام اجرا کنه؟ بله اونم بود که اینجا یزد دایره تهرون صفاییه بگو نشمرون جمعه میریم همه حدود موری قربونت بره عزیز جون بزنیم یکی در میون شولی چایی نبا تو که سره غوری دیگه ندارم طاقت دوری الا اینش که بشه چوری. همین قصت یاد خیلی این بارالش اصلا عالی بود. خیلی خودم دوستش می‌دارم. یکی از کارهاییه که واقعا تو ماشین میذارم و خودم گوش میکنم و همراهش هد میزنم اونا. خدا نکنه اون لحظه کسی ماشین اینورون بر منو ببینه. اینو چه کام کنه. خب اصالتاً برای کجا هست؟ اصالتاً بچه نصرآباد پیشکو. من اونجا دنیا اومدم تا 17 سالگی نصرآباد پیشکو زندگی کردم. یعنی تا 18 سالگی شاید من 4 بار شهر یزد اومده بودم. کلا اونجا دنیا اومدم، اونجا بزرگ شدم، بنایی کردم، چوپونی کردم. یعنی هر کاری بگید تا مثلا کارهای پیش پا افتاده خیلی همیشه تو اونجا انجام میدادم و بعد کم کم برای درس که می‌خواستم بخونم اونجا ادامش میسر نبود. اومدم تفت خوابگاه، چندین سال تفت خوابگاه بودم، عباس ابن علی تفت. اونجا درس خوندم، بعد دانشگاه قبول شدم یزد، آموزشگاه فنی شیخی اومدم یزد، کم کم موندگار شدم و تو این حین بود تو دانشگاه اومدن اینجا من کامپیوتر تازه به زور و جبل و برا یه کامپیوتری سرم کردم و شروع کردم آهنگسازی. یعنی از کی کمدین شدید شما؟ کمدیانی نکنه حالا اگر بخیم اسمش نمیدونم چی ما از زمانی که عباس آقا رو شروع کردیم چیز شد دیگه اصلا نکنه یه حرکت عجیبی توی یزد شد که اصلا نبود اینجور چیزی. کمدیانی تقریبا میشه که از زمان شروع عباس آقا بود که اول با آهنگسازی و آهنگ اینم آهنگسازی هم داستان داره. من رفتم
یه استودیویی بود تو یزد، حالا اسمش نمیگم، رفتیم استودیو آهنگ بخونم. رفتیم بخونم. اون زمان گفت که میشه 200,000 تومان. واه 200 تومان برای بچه‌ای که مثلا دانشجوه تو مثلا کل پولی که داره مثلا 50,000 تومانه، 200,000 تومان خیلی بود برای هر آهنگی. اومدم رفتم یکی مغازه سیدی فروشیه تو یزد خیلی معروف قدیمی، رفتم اونجا و یه دونه CD دنسی جی گرفتم. دنسی جی یه نرم افزار خیلی قدیمی آهنگساز، یک آهنگ لوپ آماده اینا گرفتم آوردم خونه نصب کردم شروع کردم آهنگساز. گفتم آقا من با اون شروع کردم، یه میکروفون گرفتم اومدم خونه یکی جور آب کشیدیم سرشو با این کارو ضبط می‌کردم که میگم اولین کاری که ما زدیم همون عباس آقا بود. زدیم من صبح زدم زور مثلا داشتم توی آزاد شهر میرفتم، یه دفعه دیدم ماشین داره مخونه آهنگ ما را. تو این چه جوری رسید دستو؟ همینم بین بچه‌ای که بودیم در رفته بود و گفتم شاید دومیا زدیم دیدیم دوباره داره پخش میشه. سومیا که زدیم دیدیم اصلا وحشتناک. به هیچ کم نمیدونست که کار ماه. هیچ کم نمیدونست کار ماه تا من برای عروسی یکی از خواننده‌های معروف یزد، الان نمیگم کی دعوت کردم، اومد این دوستمون وسط عروسی ما گفت که آقا این آهنگا درخواست دادم بچه‌ها بخونی. بعد گفتم نه هان شروع کردم به خوندم. گفت آقا ریتم گذاشتن آهنگ زدن و گفتم آقا بخون. حالا ما با لباس دوماتی آرسون و وایسته گفتم عباس آقا بخون. تا آقا فیلمشه شروع کردم عباس آقا خوندن. آقا دوستانی که اونجا بودن شروع کردن فیلم گرفتن. به این فیلم پخش شد، وایرال شد. اینجا بود که خیلی ها فهمیدن که کار منه، که از اون به بعد خیلی ها اومدن دنبالم که بیا کار مشترک بزنیم. بعد شروع کردیم به راک یزدی، پاپ یزدی، یعنی یک کلکسیونی از کارهای یزدی ما داریم که اون زمان میزدم تو تلگرام هم پخش. یعنی اینستا اصلا رو نیامده بود خیلی. بعد یکم کم بدن تو اینستا و پخش در اینستا. چطور شد که رفته اول آهنگ رو ساختی، بعدش هم اون شخصیت‌های آبیبی، اون شخصیت‌های عزیز جون، پیرزنی ها؟ من یه اعترافی باید بکنم اینجا دیگه. خب عشق من خوانندگیه. اصلا کلا خوانندگی رو دوست داشتم. از اولم خوانندگی رو دوست داشتم، خیلی دوست داشتم که خوانندگی کار کنم، کار جدی بدم. کار جدی هم دارم. یا چند تا کار جدی دارم که یکی کار جدی دارم که اگر بذارید اینجا همه میگن که مثلا خود مجید خرات تا خونده. اینقدر احساسی وحشتناک. حالا یه تکو کش میدم اگه خواستید بذارید سه تا کار جدی هم دارم، ولی تو کار طنز بیشتر دیده شدم. تو کار طنز، تو کار مخصوصا لهجه یزدی، چون شعر کارام هم خودم میگم دیگه، شعر تمام کارهایی که تا از ماشین دید خودم گفتم و شعر خیلی از خواننده‌های دیگه هم من دارم بدم. کارهای کودک، شعر کودک خیلی دست، یعنی واقعا خیلی خوب میتونم شعر کودک بگم. شعر طنزم هر چی لهجه یزدی شنیدید 95% کار من بوده. یا شعر کار من بوده یا صدا و تصویر و شعر کار من. یه اعترافی حالا گرفتم قبل از ضبط ازشون، خواننده اون شعری که آخر کاری کلیپ آخر کاری چی بود؟ آقا یکی کار ما زدیم، بعد ما بعد از این همه کار گفتم حالا بذار حتی کارو که نیمچه بیاده بیام بزنیم که تو میشه. تو خونه بودم و بچه‌ها داشتن سرستم که ساکتشون کردم و گوشی آوردم و آقا یه ایده به ذهن ما رسید. یه طرفی ها آیه حاجی زاده دوست عزیزم مثلا کارهایی که مردم الان دارن انجام بدن که میخوان کلاس بذارن این بهشون بگه چوسی. بعد این اومد شروع کرد به چیز اینا ترند کردن. ما گفتم چقدر خوبه که این که میذاره میگه بذار یک آهنگی هم داشته باشه. با گوشی تو خونه بچه‌ها رو ساکت کردم و آقا این کارا بزنیم و آهنگ علی گیرایلیا آوردم رو چیزو. بعد آقا شروع کرد چوسی آقا اینا ما ضبط کردیم و دادیم. یک یارو داشت ماچا درست می‌کردیم، تصویر گذاشتیم روش، آقا تریالش کرده. در عرض چند ساعت میلیون شد. بعد گفتم جالبه، خیلی مثلا خوششون اومد. من یکی دیگه باز میلیون شد، یکی دیگه باز 7 تا 8 تا کار من زدم روی همه میلیون شد. بعد تا جایی که این دیگه صدا اصلا ترند شد دیگه، رفت که بالای 500 600 تا کلیپ روش زدم برای من فرست که من دیدم، حالا بیشتر از این نشد. ترند شد و رفت و خیلی از مغازه‌دارا، خیلی از پیجای کاری، خیلی از پیجای طنز از این دارن استفاده میکنن، ولی هیچ کس نمیدونه صدای منه، ولی شما میدونید صدای منه. اولین جایی که اعتراف کردم این صندلی خیلی اعترافای خوبی از بچه‌ها گرفت. هر اینجا نشسته کامل لو داده.
اولین اجراتون رو یادتون میاد کجا بود؟ اجرای جشن از جشن شروع شد درسته؟ بله. خیابونی بهش نکنید حالا اجرای جشن، اولین اجرایی که من رو صحنه رفتم که برای مردم اجرا کنم با حسین آقای میرتوایی بود. حسین میرتوایی که برند آبی بی رو من یه جوری خلق کردم آبی بی رو و حسین آبی بی ادامه آبی بی رو حسین دست گرفت و آبی بی رو توی از جای انداختیم. بعد اولین اجرایی که بود من یادمه با حسین آقا میرتوایی یکی دونه چیز بود، یکی دونه حالت اردوگاه تو مندوا اونجا بود، بچهای کوچیک آورده بودن برای اینکه درس مثلا اونجا حالا اردو خوش باشن. ما رفتیم اونجا برایشون اجرا کردیم. هیچ وقت یادم نمیره اون حس و حالی که ما تو اجرا داشتیم. بچه‌ها همه نشسته بودن اون چیزی که ما رفتیم با حسین میرتوایی اجرا و بعد چه وقت با حسین میرتوایی کار میکردم. بعد حسین از یزد رفت کیش، من تنها بالاخره تو یزد فعالیت میکردم که اولین اجرایی که تنهایی رفتم که اصلا بدون حسین رفتم و تنهایی کمدیانی استندآپی شروع کردم برای کار خیریه بود که استوری شاپری روز یه دفعه دیدم اصلا یه حال و هوایی که اولین اجرایی که بری خودت به عنوان استندآپ کمدین بخوای معرفی بکنی به چقدر اون کار خوب شد، چقدر البته اشتباه نشه تا 1.5 سال برای متنش رو چکار بکنم مثلا زحمت کشیده بودم که رفتم خیلی پسندشون شد. دومی اجرا مهریز بود که اجرا مهریز که رفتم اینقدر بعدش ما اجرا مهریز رفتیم بچه‌ها میگفتن تو مهریزی هستی، نه والله ما نصراوی هستیم ولی اینقدر تو مهریز اجرا رفتم من بعد مواسرم بیشتر. ازدواج کرده؟ ازدواج خب حالا نمیشه بگی ولی خب 15 ساله. آره ها 15 ساله. یه لحظه چند تا فرزند؟ 15 ساله. اگر اون وقت بچه داشته دارم که الان بچه‌م 15 سالش بود. بعد ولی خب الان پسر بزرگم 8 سالشه، کوچیکی 3 سالشه و واقعا راضی هم هستم از اینکه زود ازدواج کردم. 19 سالگی ازدواج کردم. توصیه میکنی یعنی الان نه توصیه اصلا نمیکنم با این شرایط بده اقتصادی. واقعا شرایطی شده که کسی که ازدواج بکنه تو 19 سالگی بالاخره یه مشکلی داره، باید حتما بره قبلش آزمایش یه چیزی، چون واقعا شرایط سخت. ما وقتا مفته کردیم چیزی با 5 تومن کلا سرتش هم اومد با 5 میلیون کلا همه چی یعنی از سرویس بگیر آرسی بگیر همه چی ما 5 تومن. حالا چند بود گرمی؟ من یادم سرویس طلایی که ما برای خانم گرفتیم سرویس طلا خوبی هم بود، 1 خورده ای شد. سرویس طلا که الان مثلا علنگوی مثلا طلا الان 100 میلیونه، یکی علنگو 100 میلیون. حالا شما ببینید یه ماچه تو دومش مفته از چه بلاگر یا حالا کمدیانی خوشتون میاد؟ بلاگر کلی دیگه بلاگرای یزد یا حالا کشور. از بلاگرها مشهدی خیلی خوشم میاد. خب اسم یعنی واقعا داره خوب کار میکنن. خب حالا اسم که آزاده، یکی آزاده که خیلی خوب داره کار میکنه. علی صبوری کاروکاش واقعا مثلا معلومه پشتش فکره، ولی حالا نه اینکه حالا بگم یعنی قوی دارن کار میکنن که بگه حالا خیلی خوشم میاد از کاراشون خوشت میاد. آره از کارا خیلی خوشم میاد. آره. از چه بلاگری بدت میاد یا کمدین همکار؟ بد اومدن خیلی قلبت پاکه واقعا. نه حالا کلا بد اومدن من حالا حتی اخلاقتون اصلا کلا بدم نمیاد. من تو خونم هیچ غذایی نیست که بدم بیای نخورم. خب اصلا به هیچ وجه، یعنی غذا هیچ چی نیست که مثلا بگم من این غذا بدم میاد مثلا پلا میشه. تو کمدین یا بچهای کمدین اینا واقعا همینه، بدم نمیاد هیچ کدوم. راست و صحیح. یه خاطر خوب از اجرا یا حالا آهنگایی که داشتی؟ خاطر خوب که ما اجرا رفته بودیم کجا؟ رفته بودیم اجرا بافق. آره برای سنگان بود. آقا تو سالن سنگان قبل از ما خواننده رفت بالا و بعد آقا این بافق هم طوری بود که این دیدید تو اجرا اونا دود میزنن.
دود بزنن که چی. این خواننده ما هی سرویسش می‌ذاشتیم که اگر خواستی وسط آهنگ دود چه کلید نداشت، پدال بود رو صحنه. گفتم واسه پا بذاره روی این کنه دود بزنه. ما میگیم واسه کارت اصلا این بود مثلا داریم میخونه اینجا پابلر هی اینجوری میکنه مسخرهش میکنه سرویسش می‌ذاشتیم. آقا اینقدر خندیدیم گفتم آقا مثلا هر جا که دیدی احساسی شد بیرو احساس فقط پا را یاد نره بلی رو اینکه دود بزنه. هی مسخره است. آقا اومدم رو صحنه بیام رو صحنه تو سلام علیکم جدی من پام رفت رو این دوده. خب آقا یه خنده داشتن تو رامیو همینجوری شو پشت صحنه زدن زیر خنده. آقا خودم حالا فکر کن با جدی سلام دادم میگه سلام و عرض ادب خدمت مثلا حالا خنده گرفت رگا سرم پاره شد تا من خودمو کنترل کنم. یکی این بود یکی هم اجرا رفته بودیم تو یکی از روستای میریس. بعد آقا هی میومدن به ما گفتن صدا رو ببر بالا صدا رو بیار پایین شادش نکن شادش بکن فلان کن. آقا ما هم تمرکز هم خب می‌خواستم میگم که آقایون و خانم‌ها دست بزنه یه دفعه بشه میگم گفتم آقایون به خانم‌ها دست بزنه. پشت صحنه اینا فهمیده بودن بچه‌ها این میخندیدن خودم داشتم دیوونه میشدم گفتم آقا ببخشید خیلی میگم این قدم به ما بکن نکن گفتم من نفهمیدم چی گفتم منظوری میگم آقایون و خانم‌ها دست بزنن نره دست بزنه چهر میشه بره ما. اون داستان غذای سگا حالا من بفهمم اینا رو کیلو داده. آقا مویت قضیه پیت کاپ کیک ده. دکتر نمی‌بینی فقط این من بره تو. هنوز بگم دکتر نمیدونه اون دکتر پت شاپ نمیدونن که اون شخصی که حالا من بودم اون شخصی که این خاطره که تعریف میشه حامد آقا بود. آقا اینا من توضیح بدم که ما یکی اجرا بود برای یکی از پت شاپ‌ها بود رفتیم بعد رفتیم داخل و جشن شدم. آقا ما شعر می‌خوندیم اول اجرا حالا من هم مجری بودم هم کمدین در دوگانه بودم. آقا شروع کردم مثلا عشق سوزان است. آقا این وسط دکلمه داشتم میگم مثلا عشق سوزان است. یه دفعه صدا سگا خدایا مثلا ما قدر قشنگ داریم مثلا دکلمه میخونی وسطش صدا سگا میومد. آقا یک اوضاعی داشتیم خیلی جالب بود. مثلا اون فیلمش هنوز من دارم رضا شما ببینید مثلا یارا چه پسندد دل ما را. این فیلم ها گرفتاده بیچاره اون شده وسط دکلم ما صدای سگا میومدن. حالا چیز نکن هی یه آبدار چی داشت اونجا وسط اجرا مادری آقا اجرا میکنی داری صحبت میکنی آقا شیرینی بفهمه آقا بذار بنده خدا بذار اجرامون تموم شه چش شیرینی هم میفرمه بیاره من اجرا میکنم. دوره این بنده خدا پیر بود خیلی چیزو دوره میرفت برنامه‌اش مثلا آقا شیرینی نخوردتم چش اجرا تموم شد میرم میخورم. یا آقا عزیزت نکنم تموم شد اجرا رفتن داخل و گفتم آقا چش اومدم الا شیرینی بخورم. قبل گفتی شیرینی خوردم. آقا بعد یکی دیگه شیرینی خوردم دیدم خدای مزه این شیرینی تلخ با حالت بدی بود. بعد داشتم با خودم کلنجا میرفتم که چرا قدر شیرینی گفتم حالا صفایی هم بود. گفتم آقا این شاید اینجا صفاییه دو این کیک علاوه تری پختن یعنی تلخ که تو کاکائو درست کردن و علاوه تری اینا خیلی کاکائو داشت. بعد یه دفعه دیدم که آقا راست این کیکسینه دیوار زده پت کاپ کیک. بعد عکسو که سگم کشیده بود. بعد گفتم نکنه این کاغذ مال این کیکه. خدایا حالا ما نصف کیک تو دهنو داشتیم یه چون دیدیم اوه بچه این کیک پت کاپ کیک مال سگا بوده. نگو پت خب میشه حیوان خونه کاپ کیک هم خو یعنی کاپ کیک. گفتم اوه این غذا بچه مال سگا بوده. دهن ما پر بود یعنی نصفش خورده بوده. بعد رفتم بیرون رو سری دهنم شستم اومدم داخل. آقا حالا دو تا که بچه‌ای که همراه ما بودن دیجی موزیک صحنه اینا نذاشتیم بفهمن. آقا یه دفعه اینا داشتن با سگا حالا هیچ چیز بگم برگشتن یه دفعه گفتن این کیک چرا اینجا نصفه؟ این دست تو بود حامد. آقا نه چی نگید آقا حالا اینا افتادن خنده به زور اینا رو در بردیم تو اینکه دکتر و منشیش و اینا نفهمن. آقا رفتیم بیرون. آقا اون شب شام هم رفتیم جاد خالی رضا بیرون. بچه‌ها پیتزا ما خودم ما فقط نوشابه می‌کنی داستان غم انگیز داری تعریف می‌کنی. بچه‌ها پیتزا ما خوردم ما فقط نوشابه. فقط می‌خواستم این مزه این دهنم داره قشنگ مزه یه شکلات تلخ و مایی مرده. این دو تا رو قاطی کن ما اینا رو خوردیم تعجب کرد رضا.
بعد آقا بچه‌ها فقط غذا می‌خورم فقط نوشابه بدید من حالم بده من نوشابه می‌خوام نوشابه می‌خوردم دوباره یلق میشد این میزدین گندش کلم خدایا. بعد گفتم آقا ناولش کنم رفتم خونه و گفتم خدا رو شکر دکتر و اینا هیچ نفهمیدم. بچه‌ها حالا هی دو تا کامرا بودم مسخره می‌کردن. هی استوری می‌شتم پت کاپ کیک نمیدونی چی از حامد بپرسید فلان بپرسید. آقا ما اومدیم جو بنده تا نمی‌شنم که آقا از مامش نوید هر چیزی خوردنی دیدیم که منشی دکتر ریپلای که آقای زمان زد ندیدت میگه نوشته پت کاپ کیک اونجا بود که دیگه من اومدم ثابت نشدم حقیقتا. دکتر هنوز خودش نمیدونه نه؟ دکتر نمیدونه ان شاءالله که نه فهمیدم که من بودم. ولی وایرال شه با این خندهایی که من که داستان غم انگیز تعریف کرده. این هر وقت خودم تعریف میکنم واقعا فشاری خیلی بدی رو میاد. هیچ دادیه اینطور سوتی داده اینجور سوتی نبوده نه این واقعا چیز بوده ولی سوتی زیاد داشتیم که مثلا تو شبکه از ما رفتیم شب ای یه دفعه آهنگی که ما آورده بودیم خدا بگم چه کاری نکنم مهدی غفاری همه آهنگا رو مثلا حامد میکس F1 آقا ما مثلا 3 تا آهنگ حامد میکس بود اینا رو باید بردیم مثلا یکیشو بردیم خیال می‌کردیم اینه رفتیم رو شبکه آقا آهنگ ما پخش شد این آهنگ اون آهنگی نبود که باید پخش میشد. بعد خدا رو شکر که آهنگ مجوز دار بود. بعد تو اون ثانیه‌ای که داره پخش میشه برنامه زنده من مونده بودم که خدا این کدوم از کارهای منه. تو اون لحظه اگر ما گفتی الان ما سیاه یا سفید نمیتونستم جواب بدم. با یه شگردی تا لحظه‌ای که خوندن من شروع شد با یه شگردی صورت چرخونم چیز کردم که معلوم نشه فهمیدم چه آهنگی شروع کردم همراهش لب زدن ولی فشار عجیبی رو من اومد و ان شاء الله برای هیچ که پیش نیاد. چه آهنگی بود یادته؟ آهنگ شب عید بود. آهنگ شب عید ما باید می‌کنیم عید نوروز بود یا شب عید آهنگ ولی اشتباه آهنگ نصر بود پخش شد. باشو که آهنگ نصر خوندم شب یکی تکش ابو خونه دیالا چرا آهنگ نصر بود یا عید بودی که عید باز دوره پیر و جوون نداره بگو بخند همیشه که غم ثمری نداره عید باز دوره همه دلا بی قراره یکی بالای سره که خیلی دوست می‌داره. این آهنگ نصرآباد چی بود؟ اونم را بخاطر نصرآباد تو سرفراز دست خدا پشت و پناه میمونم اینجا همش الهی رحمتت ببار الهی رحمتت ببار. خیلی میگم که دست مال برام هم میاریم اصلا یه چشم نمیبینه از اشک این قضیه پیرکاف که یه چیزی بیار ها واقعا یعنی باید باشید اونجا یعنی تو اون لحظه که ما اون شب تا اومدیم خونه باورت نمیشه بچه‌ای که همراه من بودن رضا وسط آسفالت کوچه خیابون وزیری خوابیده بود میخندید نمیتونستم بچه‌ها چیز کنم به خدا دیجی ما خوابیده بود وسط آسفالت میخندیم جون مادر بلا چه معلوم بده. خیلی اصلا خیلی ممکنه داری قضیه ناراحت کننده تعریف میکنیم من عشق میختم فقط. نه قضیه خیلی داره حالا مثلا داستانهایی که پاک کنم عشقامو یا نه قضیه دیگه میخواد بگید باشه. نه علاوه بر خوانندگی تقلید صدام انجام میدم. آره حالا تقلید کارتونی مثلا بخیر خواننده را میتونه بریم. آره حالا کارتونیش چیزی که بر بچه دهش اسیا خیلی چیزه منگوله گوش میرزا بود یادته من 70 منگوله گوش میرزا داشته ما دارم خب بچه‌هایی که دهش اسیا هستن رو به دور بی. آره یه چیزی داشتیم به نام منگوله گوش میرزا صداش اینجوری بود میگفت که منگوله گوش میرزا برم خاله شادونم بغلش بود خاله شادونم میومد و خاله شادون حالا یادم خاله شادونم میومد عزیزای دل خاله اون میومد و با منگوله گوش میرزا میرفتن یکی این داشتیم یکی سیلند پیتی داشتیم قشنگ بود. ولی خب خوانندگی اگر میخواد بریم خدا بیامرزه بهنام صفدی که خیلی هم من دوستش داشتم میگفت که یکی از آهنگاش که خیلی قشنگ بود اینجوری میگفت یه روز اومدی تو سکوت سردم سر به راه شدی
دل دور گردم. حالا چی شده که میخوای جداشی؟ چی شده بگو من چه کردم؟ حالا باز من و نسیم و موج دریا میمونیم بدون تو غریب و تنها. به خدا بی تو یه صدف شکستم. به خدا بیامرزتش. خیلی آهنگاش قشنگه. دیگه کیا؟ دیگه مثلا میگم بهتون محمد علیزاده یکی از تقلید صداییه که همچنان تو اجرا میرم. میشه نگام کنی مرمور و گام میشه آخ که نمیدونی چشات چقه خشه. این قسمتیه که اصلا تو اجرا میرم. آره رضا صدیقی را میرم. رضا صدیقی کدوم آهنگش براتون برم؟ آرن به سرا با خودت تو فصل بهاره. آرن تو باغا مگونی گردش که گل ازاره. این رضا صدیقی. آرش بی تو سردمه. آرش بی تو سردمه ندارم نه. از آرش بودم. آرش تقلید صداش بلد نیستم. چی میخوای برم؟ من فکر کنم رضا صدیقی اصلا جواب بخوای بریم اون بره جو. واسه دختری شما خواستگارای اومدن همشون با هدیه ها. آهنگ جدید ما با صدای حسن آقای عزیز این در مورد شولی. امشب دل من حوث شولی کرده بارش تننم عجب بویی کرده. این همون جدیدیه که قراره بیاد؟ جدید اون پیرزنیه. و این شو ساز و رقص و آوازه چغورو که دلم تو اوج پروازه با این یزدیای خشو که خودون هی شولی میپزم همش تازه. آهنگ جدیدتون که میاد پیرزنی؟ آهنگ جدید پیرزنی آهنگ خیلی بالی دارم درست میکنم انشالله. البته فکر کنم قبل از اون که تبلیغاتی داریم پیرزنی تبلیغاتی داریم بعد از اون انشالله میادم. آهنگم طوریه که همین عزیز جون با حاجی قرار گذاشته دارم من دور صفایی. به مهاجرت فکر کردی تا حالا؟ زیاد کدوم کشور؟ دلشان ندارم. کدوم کشور؟ مهاجرت حالا جایی که آدم بهتر بتونه فعالیت بکنه کاری که میخواد انجام بده. ولی خب بارها چون دوستانی هم داریم تو ترکیه بارها هم بحثش شده هم چیزی شده یا ترکیه یا دبی هم که دوتا دوستان دارم که اونجا هستن دارن فعالیت میکنن میگن خیلی خوب میشه فعالیت بکنی مخصوصا تو حرفه موسیقی و حالا طنز ولی نمیتونم بنا به دلایلی نمیتونم. خانواده؟ آره بالاخره خودم تنهایی بودم شاید خیلی وقت بیشتر این کارا رو انجام داده بودم ولی چون خودم نیستم من تنها نیستم. تا حالا اتفاقی افتاده که از ته دل ناراحت بشی؟ نگم بی‌معرفتی دوستان هنرمندمون در یزد اصلا شاید دلیل این که من الان زدم تو کار خوانندگی زدم تو کار کمدیانی بی‌معرفتی دوستان هنرمندی بوده که داشتن کار میکردن و من کار بهشون میدادم من شعر بهشون میدادم. از یه لحاظ ناراحت واقعا از ته دل ناراحت شدم. از یه لحاظ هم میگم دمتون گرم این کارا نکرده بودید من الان هنرمند نبودم شاید اصلا تو این پام به این باز نشم. من شعر میدادم به دوستان هنرمند گفتم فقط از تنها توقعی که از شما دارم اینه که اسم منو بگید شعر از فلانی. آقا این چه اشکالی داره شما داری اجرا میکنی چرا نمیگی؟ تو اجرایی بودم نشسته بودم یکی از هنرمندا دوستان خوب منم هست چون اجرا نشسته بودم شروع کرد شعر منو خوندم و آخر کار گفت خودم گفتم و اونجا بود که گفتم من شعر میگم خودم اجرا میکنم خودم میگم اینجوری هستم چرا خودم اجرا نکنم و همین جرقه شد باعث شد که اصلا برم سمت این که آقا خودم بخونم خودم اجرا کنم. و یکی از علایقم خوندن با لهجه یزدیه که این سری هم 4 تا کار یزدیه عاشقونه خیلی کار درسته خیلی خوشگل تولید کردیم. مهدی غفاری کامپیوترش سوخت
مهدی غفاری نه مهدی خیلی بچه خوبیه، یکی از بامعرفت ترین آدمایی که من تو زندگیم تا حالا باهاش آشنا شدم مهدی غفاریه، ولی خب بچه بعدیان سیونی کامپیوتر سوختی است. این 4 تا آهنگ آماده خیلی خوشگل که زحمت 6 ماه 1 سال ما بود. من و مهدی میرفتیم میشستیم تولید میکردیم میرفتیم کار بعدی آماده، گفتم آقا اینا رو به صورت آلبوم کنیم، یه آلبوم یزدی با یه اسم خیلی باحال بدیم بیرون که با من بدم صحبت که دادم با این موضوع قرار بود یه حرکت طوفانی بزنیم. این البته من هر سالی که میگذره یه کار جدیدی میخوام بکنم. اول سال با خودم میگم آقا امسال این کارو میکنم. حالا خدا رو شکر یکیشو بازسازی کردم. آره یکیشو بازسازی کردم، خیلی هم قشنگ شده، خیلی هم شاد شده. ان شاءالله تاثیربرداریش قرار شده هر وقت تموم میشه. حالا آهنگشون آماده، فقط با تاثیربرداری کنه پخش کنه. بچه‌ها هر وقت که گفتم برندی برای تصویربرداری. آره بچه‌ها حالا باید آمادگی خودشونو چیز کنن. آهنگم خیلی قشنگه، شده یزیه. تیکشم خود نمیشه بخونم. چی؟ اصلا تیکه نه سورپرایز باشه. باشه. خواننده مورد علاقت؟ بینامبانی. تقلید صداش هم حالا خیلی من خواننده که مثلا خواننده قدیمی رو که اصلا هیچی از دل و جون دوست دارم، ولی خواننده‌ای که الان آهنگاش واقعا حالا میگم عجوبه یه بینامبانی. یعنی شما کنسرت تو یزد گذاشت شاید به 20 ثانیه تموم شد، بلی 20 ثانیه نشد، تو سالن واقعا شومنه، با مردم بازی میکنه، یعنی پیانو میاره خودش میزنه خودش میخونه، یعنی واقعا دیگه مثل این بشر نخواهد من همه دنیا رو بگردم مثل تو پیدا نمیشه نمیشه. خیلی خوبه، خیلی خوب. واقعا عالیه. غذای مورد علاقتون چیه؟ غذا آقا هر چیزی که توش بادنجون باشه. چرا بادنجون؟ کشک بادنجون، مرغ بادنجون، قیمه بادنجون، کلا خیلی حال میکنن. دلمه بادنجون. حالا دلمه من چون نخورم حالا وجود داره اینه. وسته دلمه وسته. ولی قیمه بادنجون شما بگو. بالاترینش اصلا قیمه. یعنی من بعضیا نمیدونم چرا بادنجون آقا چطور میتونه بادنجون نخوره، اصلا موندم. خیلی سخته. برای من یک قیمه بادنجون خیلی دوست دارم. ولی غذایی نیست زش داشته باشه اصلا که دوست نداشته. منم اصلا غذا باشه. سیرشه؟ غذا باشه کوفاش. سیرشه. آخرین چیزی که توی گوگل سرچ کرده چی بوده؟ گوشتون. خداش رو چیزی بدی شاید نباشه. شاید نباشه. اوه گوگل. نه. BMW 320 آی. انشالله. شیرینی. نه میشه بخری، یک خورده بیشتر نی. حالا یک خورده داره تا 7 خورده داشتم مونده بودم که چه توم بشه که و همش باید پلو کی باشی. محمد ماشاءالله بود کی بود بچا بشومد ماشاءالله کی بود این یاوریه تعمیرگاه یاوریه فکر میکنم میشناسیده دیدیدش؟ نه من اصلا کلا بی ام باز نیستم. خب امروز تو اکسپلوری که بی ام دیدم مثلا زد 300 400 من گفتم که مگه میشه همچین زدم تو گوگل که ببینم آیا این بی ام واقعا قیمتش همینه، دیدم آره از 1 خورده داره تا 7 خورده همش هم 320 آی. حالا نمیدونم چطور با کمتر میره تعمیرگاه اینا مثلا بیشتر الان بی ام بازم دوباره بی ام بازم کلیپا شیر کن بیچاره‌مون. مالا دو تاشو دوست دارم، هم بینز هم بیم. حرفی هست که بخوای بزنی و فالوورات تا حالا نمیدونستن؟ یعنی یه چیزی که فالوورات میخوای بدونن ولی تا حالا نتونستی بگی. بدونن ولی تا حالا نه همین میگم تنها چیزی که شاید هیچ جا نگفته باشم همین اعترافی بود که به استبانه کردم که عشقم خوانندگی بود هست. یعنی شاید بعضیا مثلا بچه‌ها با یه چیزی بزنن تا برن رو فضا. خب من با خوندم میرم رو فضا. یعنی وقتی دارم میخونم واقعا از خود بی خود میشم، تو این دنیا نیستم. خیلی هم دوست داشتم که خوانندگی ها ادامه بدم، مخصوصا کار جدیه که حالا من کار جدی هم چند تا دارم،
ولی خب قسمت نشده دیگه، کلا به سمت با طنز خیلی بیشتر جواب گرفتم، مخصوصا لهجه یزدی. ولی خب تنها اعترافی که میتونم بکنم اینه که به عشق خوانندگی، به کمدیانی، به بلاگری کشیده شدم. چه اتفاقی توی زندگیتون افتاده که ناراحت کننده ترین اتفاق زندگیتون؟ نکنه ما حالا بچه‌ای که مثلا اجرا برن، حالت اجرای جشن، اجرای صحنه برن، تو هر حالتی که هستن باید اجرا کنن. خب و این بارها فشارهای خیلی بدی رو ما آورده. ما مثلا اگر کسیمون فوت کرده باشه، شب اجرا داشته باشیم، باید بریم جلوی مردم و مردم رو بخندونیم. چرا؟ بارها شده من یکی از نزدیکانم فوت کرده بود، بعد شب اجرا داشتم. خب به من زنگ زدم که آقا من نمیتونم بیام. خب من اصلا حال روحی خوبی نه. خب آقای زمان زده نه یا جشن ما کنسل. ما تبلیغات کردیم، آبروی ما رفته و مردم هم 3000 نفر جمعیت میاد. ما تبلیغات انجام دادیم، چاره نیست بیا. رفتم با بدترین حال ممکن اجرا کردم، هیچی کم نذاشتم که پایین اومدم. فقط چند نفر میدونستن که من الان عزا دارم و بدتر از همش اینه که آقا اجرا میکنی الان یه دفعه فامیلا خودت بفهمن چه توقعی دارن که آقا تو فلانی مرده رفتی الان اجرا. خب ولی خب نمیدونن که ما اینور تعهد دادیم، مسئولیت دادیم. یا مثلا میخوام بگم من یه مدت 6 ماه مریضی خیلی بدی گرفته بودم که حالت سرگیجه منگی داشتم، واقعا روزی نبود که گریه نکنم، چون نمیفهمیدن چیه، دکترها نمیفهمیدن چیه. تا آخرش معلوم شد که حمله عصبی بوده، حمله عصبی بود و من 6 ماه با این حمله عصبی درگیر بودن. اجرا داشتیم دهشیر، حالا من میگم دیگه، اجرا داشتیم دهشیر، خدا سرشاهد داره اشکم داره میاد. از تو آمبولانس من رفتم رو صحنه، یعنی تو آمبولانس بودم، منو صدا زدن تو آمبولانس، خوابیدی اینجور سرگیج مدام، منو صدا زدن. قبلش من گفتم میخوای نری نرو کنسلش کنم. گفتم جمعیت بود، جمعیت نزدیک 3000 نفر جمعیت تو دهشیر اومدن و خیلی هاشون هم به عشق خودم اومده بودن. یعنی جشن ما گفتن جشن قبلی اینقدر شلوغ نشده، این جشن شلوغ شده که آقا تو را گفتم. بعد من تو ماشین آمبولانس خوابیدم، داشتم فشار منو میگرفتن، منو صدا زدن. گفتم فقط یکی دونه صندلی بذاره دور صحنه باشه که من دست بگیرم، چون خورده بودم زمین قبلش، قبل قولم بد شد خودم زدم. من گفتم فقط یه صندلی بذارید که من زمین نخورم، فقط همینا میخوام، زمین نخورم، من اجرا رو درش بیارم. با چند تا قرص رفتیم بالا و آقا صدا زدن. 2 نفر همراه ما اومدن، حالا به چا خیال میکنم با بادیگارد 2 نفر همراه ما اومدن تا دم صحنه که آقا یه نخورم زمین. زوره که رفتم بالا دست گرفتم به صندلی، 40 دقیقه اجرا رفتم که هنوز به چا میگم یکی از بهترین اجرایی بود که تو من، ولی شاید مثلا در حد 5 نفر میدونستن که من شرایط روی پا وایسادن ندارم چه برسه اجرا کردم. ولی خب اجرا کردم، اومدم با توجه دینی که مردم داشتم خیلی راحت میتونستم آقا کنسلش کنم. ولی اون فشار رو خودم آوردم که مردمی که اومدن اینجا حداقل لحظهشون رو خراب نکرده باشن. و اگر حامد زمان زده ای هستم، اگر توی از میشناسنم، نمیگم همه مردم، 1/4 مردم اگر منو میشناسن، اگر زندگی نرمالی دارم، اگر دارم با این تن سالم نفس میکشم، به خاطر همین خنده هاییه که به مردم دادم. یعنی واقعا اینا تاثیرش رو دیدم و خیلی حال خوبی که به مردم دادم، خیلی جا برگشته تو زندگی خودم ساختم. یه جایی بود که گفتید برای خوانندگی یه میکروفونیا داشتید و با جوراب، درسته؟ بکن رضا جان، من بگم 200,000 تومان هزینه یک آهنگ من میشد، ولی من با تقریبا میشه بگی 2,000 تومان CD آهنگسازی رو خریدم، اومدم تو خونه نصب کردم، یه میکروفون خیلی مسخره ای رو گرفتم، یه جوراب سرش و شروع کردم فعالیت هنری انجام دادن. یعنی تهش بگم باید خلاقیت داشته باشی، باید آقا
بهش بگم این یه کار جدیدی بکنی، این نیست که آقا خیلی بگی آقا فیلم برداره فلان مخاطب. من کلیپ دیدم تو این اینستا که مثلا با گوشی گرفته شده که شاید این تصویر دیدم دیدی یعنی که میگه کلیپ گذاشته طرف زیرش کامنتشان داداش حداقل لنزش رو پاک میکردی. خب یعنی طرف با این ویو میلیون گرفته بود. خب امکانات خیلی من فکر نکنم برای شروع حتما نباید خوب باشی. آره شروع کن تا عالی بشی، تا عالی به جای خوب برسی. استمرار مهمه، خلاقیت مهمه، پیگیر بودن مهمه، اینا خیلی مهم‌تره. من همه بهشون میگم که آقا کلا شروع کنید، بعدش که حرفه‌ای شدید، یعنی اون درآمده اومد از اون محتوایی که ساختید، برید دنبال دوربین و میکروفون و من به این رسیدم. من از هیچی شروع کردم و خیلی هم خوب جواب. چرا؟ چون خلاقیت بود، استمرار بود. بله. مثلا محتوا تولید کردن، مثل باشگاه رفتم، اون بعضیا مثلا میاد به مراجعه میگه آقا پست سومش طرف گذاشته آقا اتفاقی نیفته. میگم یه لحظه صبر کن، مثلا این میمونه که بری باشگاه همون روز اول بگی که چرا نیومدم بالا. یا مثلا بهش میگم تبلیغاتم حتی مثل اون کراتینیه که حالا اضافه میشه، آقا محتوا مثل اون باشگاه رفتن عادی میمونه، تبلیغاتم مثل اون کراتینه آقا زورش میکنی، باید بالاخره یه استمراری داشته باشی، بهتر بشی تا به جای خوبی برسی. دقیقاً. حالا دوستانی هم که حالا این برنامه رو دیدن، حتما بازم میگم، من همه جا کلا میگم استمرار داشته باشید، یعنی یه چیزی شروع نکنید و ولش کنید، جواب میده و وقتی هم جواب داد روی پستای قبلیتون هم حتی میارتش بالا و اونا هم ویو خوبی میگیره. و امکان داره یه کسی که سنش از شما کمتر باشه، برای حالا کسب و کار رو میگم، مثلا یه جوون 20 ساله 22 ساله بیاد و با محتوا از شما که داری 20 ساله یک جا داری فعالیت میکنی از شما جلو بزنه. پس این محتوا ساختن واقعا دست کم نگیرید و همیشه در حال تولید محتوا باشید. نظرتون راجع به این برنامه نوعیه کاریه که تو اطرافیان ما دوستان انجام نشده، برنامه خیلی برنامه خوبیه. حالا چی میگن، همون حرفی که خودتون زده، باید آدم شروع کنه، بالاخره شروع کنه، انشالله خیلی برنامه‌های خیلی خفن‌تر و بهتری هم ازتون میدم. ولی من حالا چند قسمتی که دیدم برنامه خوبی بود، مخصوصا بچه‌ها بلاگر و هنرمندایی که مردم خیلی از زندگی خصوصیشون خبر ندارن، خیلی از چیزا خبر ندارن و راحت ترد میارید میگید بچه‌ام دارن همکاری میکنن. برنامه خوبیه، انشالله که هر روز بهتر بشه انشالله. این صندلی حالا بگم همه دیگه روش یه جور صندلی بازجویی، هر که بیشنه روی صندلی کامل دهش هستی ها داشتیم میگفتن صندلی داغ، صندلی خیلی داغ شکم این از نشست داغ شد. خب خیلی ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتید. سلامت. از ما یکی همیشه خداحافظیم اینجوریه. اگه اجازه بدید تو آخر اجرام همیشه من با این کلمه، یعنی از روز اولی که پا گذاشتم رو صحنه تا الان که در خدمت شما هستم، همیشه خداحافظیم اینه. میگم تو زندگی دو چیز خیلی مهمه، یکی دل، یکی دماغ. ان شاء الله دل و دماغتون همیشه چاق باشه.